شماره 1. زندان باستوی نروژ. زندان باستوی که در 46 مایلی اسلو واقع شده، یکی از غیرمعمول‌ترین زندان‌های دنیاست. این زندان که ابتدا به عنوان یک کلونی برای پسران جوان افتتاح شده بود، اکنون تلاش دارد تا به اولین زندان اکولوژیکی جهان تبدیل شود. این زندان بر روی جزیره‌ای قرار دارد که تنها با قایق قابل دسترسی است. زندانیان در کلبه‌های کوچک چوبی زندگی می‌کنند. در هر زمان حدود 115 زندانی در این جزیره هستند که تنها توسط 70 کارمند کنترل می‌شوند و تنها 5 نفر از این کارکنان شب را در زندان می‌گذرانند. زندانیان باید برای انتقال به این زندان درخواست بدهند و ساکنان آن شامل افرادی با جرایم مختلف از سرقت گرفته تا قتل هستند. زندگی روزانه آنها بیشتر به کار در مزرعه زندان اختصاص دارد، اما در اوقات فراغت می توانند به فعالیت‌هایی بپردازند که در زندان‌های دیگر رویا به نظر می‌رسد. اسب سواری، ماهیگیری، اسکی، استفاده از زمین‌های تنیس و حتی لذت بردن از سونا. این رویکرد آزادی محور ممکن است برای برخی از زندانیان که به برنامه‌های دقیق عادت کرده‌اند دشوار باشد. با این حال این روش موفقیت آمیز بوده و نرخ بازگشت به جرم را بسیار کاهش داده است.